کدام از این کلمه ها در از آن نیست؟ الله، شتابت، مسجد و جنت، رسول. با کدام زبان از آن گفته می شود؟ با هر زبانی که می دانی، عربی، فارسی و یا روسی. از آن با کدام زبان گفته می شود؟ سوال 5. کی می تواند از آن گوید؟ تنها زن، تنها مرد، نمیدانم و یا تنها مادر کلان شاید گفته می تواند. اینک کدامش درست است؟ کی می تواند از آن بگوید؟ سوال 6. کدام از اینها سنتی روز جمعه نیست؟ غسل کردن، صلوات فرستادن، جمعه مبارک گفتن، سوره کهف خواندن. کدام از اینها سنتی روز جمعه نیست؟ کدام از این عمل ثواب خطبه جمعه را باطل می کند، یعنی نیست می کند؟ با دقت گوش کردن امام، 2 رکعت خواندن تحیه مسجد، خاموش باش گفتن به آشنا، مراجعت کردن به امام در حالت نیازی سخت. کدام از این عملی که شما در پایان میبینید ثواب خطبه جمعه را نیست میکند؟ به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یکی شما را خوش آمدید میگویم و امروز ما باز برنامه دانش و سنجش را پیشکش شما میگردانیم و برنامه ما این لحظه ها مستقیم تقدیم شما می شود. هر جای ما را تماشا میکنید، شما در افیر زنده ما را تماشا میکنید و از شما خواهش میکردم که نوا را به دیگران روان کنید تا که دیگر یار و دوستان و برادران ما و شما نیز در برنامه ما اشتراک کنند، در آزمون و همچنین برد کنند. هر یکی شما را، آنهایی که امروز باری اول برنامه ما را تماشا میکنید، خوش آمدید میگم. ثبت برنامه را انشاءالله در شبکه قرآن دستورالعمل انسان بعد از تمام شدن ما پیشکش به شما میکنیم و آنهایی که برنامه تکراری ما را در شبکه قرآن دستورالعمل انسان تماشا میکنید، شما میتوانید به شبکه دانش و سنجش که شبکه الهیده است آبونه شوید. آنجا میتوانید هر هفته روز شنبه در آزمون ما اشتراک کنید و امروز برنامه را نیز با سخنهای الله سبحانه و تعالی آغاز میکنیم. در سوره ملک آیت 23 الله تعالی میفرماید: بگو ای رسول، او ذاتی است که شما را نخستین بار آفرید بعد از آن که چیز نبودید و در عدم یعنی نیستی قرار داشتید و برای شما گوش داد و تا به وسیله آن بشنوید و به شما چشمان داد تا به وسیله آن ببینید و دلها را قرار داد تا به وسیله آنها در مخلوقاتی که الله آفریده است بیندیشید. اما شما ای کافران اندک سپاسگزاری میکنید. در واقع الله سبحانه و تعالی انسان را کامل آفرید با کل اعضا و بدنها، ولی گاهی می شود که ما و دیگران واقعا اندک یعنی کم الله سبحانه و تعالی را سپاس می گویم. اینک برنامه امروزه ما خودی این لحظه آغاز می شود و مرحمت داخل شود به گیم پین 918 45 05 است. من این لحظه روی اکران نشان میدم به شما تا توانید همه از شما در برنامه ما امروز اشتراک کنید. مرحمت 918 45 05 گیم پین امروزه برنامه ما. خوش آمدید. 10 نفری که من در داخلی برنامه میبینم. کهود نقطه ایت در تلفن موبیلی یا اینکه در کامپیوتر خودتان نوشته میکنید و بعد از آن در جایی که نیک نیم نوشته شده است به خودتان تخلص انتخاب کنید.
ҳамон нафаре ки беҳтарин навиштанд худашонро хоҳиш мекунам номатонро иваз кунед, боз беҳтар мешуд. Ягон тахаллуси хубтар монед иншааллоҳ. ба забони тоҷикӣ бошад, боз ҳам беҳтар мешуд. хушомадед мегӯям ҳама онҳое ки ин лаҳзаҳо ба барномаи мо пайваст шудед. умедвор ҳастам ки садо ҳамаш хуб аст, шумо моро хуб мешунавед. машааллоҳ 16 нафар. хеле хуб. қисмати аввали барнома баъзе саволҳои оддӣ ва осонро интихоб кардем ва дар қисмати дуюми барнома бошад дар бораи имон оварандагон, ё ин ки дар бораи ононе ки дар қуръон барояшон хитоб шудааст, эй касоне ки имон овардаанд, вобаста ба ҳамин аст, яъне ба онҳое ки имон оварданд. ва қисмати аввали барномаи мо 7 саволи аввал бештараш бениҳоят саволҳои осонро гирифтем аз мавзӯи азон ва иншааллоҳ ин ҳамаш барои ҳар як аз мо ва шумо як бори дигар ёдрасӣ мешавад. машааллоҳ 20 нафар ва 21 нафар шудем. хеле хуб. агар ҳар яки шумо омода бошед, мо қисмати аввали барномаро ин лаҳза оғоз мекунем ва дар қисмати дуюм боз онҳое ки дертар пайваст мешаванд, онҳо низ иштирок мекунанд. ва як бори дигар ёдрас мешавам, барнома дар шабакаи дониш ва санҷиш мешавад ва дар чати мо онҳое ки ба шабакаи мо обуна шудаанд, онҳо навишта метавонанд. аз ин хотир ҳатман ба шабакаи мо обуна шавед ва ба дигарон низ равон кунед, то дигарон низ тавонанд дар барномаи мо иштирок кунанд. ва бисмилlah, қисмати аввал. кадом аз ин калимаҳо дар азон нест? аллоҳ, шитобет, масҷид ва ҷаннат, расул. кадоме аз ин калимаҳое ки шумо мебинед дар азон нест, дар дохили азон гуфта нашудааст? хеле хуб. ва 30 сония вақт доштем, инак ҷавобҳои дурустро мебинем. бале, 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. аллоҳ гуфта мешавад, шитобет ҳаст, расул бале ҳаст, масҷид ва ҷаннат набудааст. ва 17 нафар ҷавобҳои дуруст гуфтанд. хеле ва хеле хуб. ва дар чат низ ҷавобҳои дуруст омода расид аз ҷониби Фозилҷон Боймуродов, Ҷундулло ва ҳамчунин Миҷгона Умарова, Муъминова Имона, онҳое ки ҷавобҳои дуруст гуфтанд. Наврӯз Теҷе, табрик мекунам шуморо. ва биёед мебинем ки ё ба пеш баромаданд. Абдуллоҳ, Мусъаб, Муҳаммад ва боз Муҳаммадҷон ва Анас, онҳое ки дар ҷоҳои намоён ҳастед. хеле хуб, табрик мекунам шуморо. саволи 3. ба кадом забон аз он гуфта мешавад? бо ҳар забоне ки медонӣ, арабӣ, форсӣ ва ё русӣ. аз он бо кадом забон гуфта мешавад? бо ҳар забоне ки медонӣ, арабӣ, форсӣ ва ё русӣ. кадомаш дуруст аст? анти мунофиқ дуруст гуфтед. Фозилҷон Боймуродов дуруст гуфтед. Зулайхо дуруст гуфтед. Имона Муъминова дуруст гуфтед. ва 19 нафар низ ҷавобҳои дуруст гуфтед. бале, ба забони арабӣ гуфта мешавад. ва камтаринҳо ҷавобҳояшон нодуруст буд. биёед акнун мебинем ки ё ба пеш баромаданд. Абдулло чун пештара, Муҳаммад, Фотима, Муҳаммадҷон ва Мусъаб, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. ҳамчунин 3 зина ба боло, Омина низ баромаданд. шуморо табрик мекунам. саволи 4. дар як рӯз чанд бор аз он мешавад? 2 бор, 4 бор, 5 бор ва ё 11 бор. дар як рӯз чанд бор аз он гуфта мешавад?
خیلی خوب. سوال های عادی رو امروز انتخاب کردیم. انتی منافق درست گفتید. جندولا درست گفتید. فاضل جان درست گفتید. ایدی مادینه و درست گفتید. و 24 نفر همگی ماشاءالله ماشاءالله همه جوابای درست گفتند. بله 5 مرتبه در یک روز از آن گفته می شود، یعنی 5 وقتی نماز. هیچ کس جواب خطا را انتخاب نکرد. اینک بیایید میبینیم که به پیش برآمدند. عبدالله، محمد، فاطمه، مصعب و محمد جان آنهایی که در جایهای نمایان هستند و 8 نفری اولی ما خب پای هم به 3 سوال های ما جواب های درست گفتند. خیلی خوب. سوال 5. کی میتواند از آن گوید؟ تنها زن، تنها مرد، نمیدانم و یا تنها مادر کلان شاید گفته میتواند. این کدامش درست است؟ کی میتواند از آن بگوید؟ خیلی خوب، من چت را نگاه نکردم. بله، مومین و ایمانه درست گفتید. جندولا درست گفتید. زلیخا درست گفتید. انتی منافق درست گفتید و دیگران نیز درست گفتند و 24 نفر در برنامه ما جواب های درست گفتند. بله، تنها مرد مؤذن میتواند از آن بگوید و 1 نفر تنها مادر کلانشان را انتخاب کردند. باقی مانده همه جواب های درست گفتید و تبریک میکنم هر یکی شما را. بله، تنها مرد میتواند مؤذن باشد و از آن بگوید. و امروز سوال ها را من از یک کتاب انتخاب کردم که قسمت اولش را، البته انا همین سوال هایی که شما این لحظه ها دیدید از کتابی که واقعا در کتاب نوشته شده است 6 جمع، یعنی از 6 ساله بالا و واقعا برای هر یکی ما یک بار دیگر یادرسی می شود. همچنین برای فرزندان ما نیز درس می شود انشاءالله. عبدالله در جای اول، محمد، مصعب، انس، فاطمه و عبدالله پای هم به 5 سوال ما جوابهای درست گفتید. مبارک باشد. بهترین. دعا میکنیم که الله علم و دانش هر یکی ما و شما را زیاد بگرداند. سوال 6. کدام از اینها سنتی روز جمعه نیست؟ غسل کردن، صلوات فرستادن، جمعه مبارک گفتن، سوره کهف خواندن. کدام از اینها سنتی روز جمعه نیست؟ جواب های شما. فاضل جان با مرادف، بله جوابتان درست است. جندولا درست گفتید. انتی منافق درست گفتید. ایمان مومین و درست گفتید. و در داخلی برنامه ما نیز 18 نفر جوابهای درست گفتند، اما کمترین ها جوابهای خطا را نیز انتخاب کردند. در واقع تماشابینان عزیز، در واقع 5 نفر غسل کردن را گفتند. غسل کردن یکی از سنت های روز جمعه هست و همه این را میداند، اما 5 نفر همین را انتخاب کردند. اما جمعه مبارک گفتن در واقع در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده نرسیده است و حتی در گذشتگان صالح ما نیز جمعه مبارک نمی گفتند، بلکه دیگر سنت ها را اجرا می کردند. جمعه خودش یک روز مبارک است، یک روز بهترین است، اما پیامک و یا اینکه تبریکات روان کردن این به سنت داخل نمی شود. باقی مانده آن چیزهایی که شما اینجا میبینید، غسل کردن، صلوات فرستادن، سوره کهف را خواندن و به این مانند بسیار سنت های دیگر هست، بجز ان همان رنگی کبود. خیلی خوب و تشکر میگویم برای هر یکی شما و باید میبینیم کیا به پیش برآمدند. چون پیشتر عبدالله، محمد، مصعب، انس، فاطمه آنهایی که در جایهای نمایان هستید
تبریک میکنم شما را. و سوالی آخری قسمتی اول: کدام از این عمل ثواب خطبه جمعه را باطل میکند، یعنی نیست میکند؟ با دقت گوش کردن امام، 2 رکعت خواندن تحیه مسجد، خاموش باش گفتن به آشنا، مراجعت کردن به امام در حالت نیازی سخت. کدام از این عملی که شما در پایان میبینید ثواب خطبه جمعه را نیست میکند از آن انسانی که میشنود؟ کدامش درست است؟ جواب های شما. خیلی خوب، خیلی خوب. و کسی اینجا ادیبه قربان و درست گفتید که بود. و خیلی خوب، انتی منافق جوابتان درست بود. قرآن کریم جوابتان درست بود. خیلی خوب. بله، خاموش باش گفتن به آشنا یا به یگان نفر یا به آنانی که در نماز جمعه گپ میزند، حتی گفتن خاموش باش ثواب خطبه جمعه را باطل میکرده است. و تقریبا برابر با همین 7 نفر مراجعت کردند به امام در حالت نیازی سخت را نیز انتخاب کردند. اما یک قصه دیگر شنیدیم. انشاءالله باز روزهای نزدیک در این باره باز با شما صحبت خواهیم کرد، چون وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میگفتند، یکی از صحابگان وارد می شود به مسجد و از رسول الله صلی الله علیه و سلم مراجعت کرده میگوید: یا رسول الله، مال ما خراب می شود و از اون سببی که باران نمی بارد، دعا کن که باران ببارد. و در همان حالت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نگفتند که نماز جمعه تو باطل شد، نگفتند، برعکس دستانشان را بالا کردند و طلب دعا کردند که باران ببارد. و از این خاطر همون 7 نفری که سبز را انتخاب کردند، در اینجا همون سبز یعنی مراجعت کردن به امام در حالت نیازی سخت، خب خطا شما، انتخاب شما خطا بود. ولی خاموش باش گفتن به آن نفری که خطبه را گوش میکند، الکی خطبه ثواب خطبه جمعه را از کس نیست میکند یا کم میکند، نیست میکند. و بیایید اکنون میبینیم کیا به پیش بر آمدند و کیا جای نمایان را سزاوار شدند. جای سیوم مصعب مبارک باشد و جای دوم محمد، جای یکم نصیبی عبدالله گردید. مبارک باشد آنهایی که جاهای نمایان را گرفتند. همچنین آمینه و عبدالله نیز در جاهای نمایان بودید. من شما را تبریک میکنم و بیایید یک بار دیگر آنهایی که جاهای خوب را سزاوار شدند تماشا میکنیم، چون بهترین قسمتی برنامه ما همین است. مصعب جای سیوم، محمد جای 2، جای 1 نصیبی عبدالله گردید. مبارک باشد. و همچنین باز جاهای 4 و 5 آمینه و عبدالله نیز صمیمانه ما شما را تبریک میکنیم. خیلی خوب تماشابینان عزیز، مرحمت آنهایی که لایک نماندید لایک مانید زیر نوار و با دیگران روان کنید. میتوانید آنهایی که شبکه های یوتیوبی سر بیننده دارند از 1000 نفر زیاد، شما میتوانید این لحظه ها در صفحه شستوهای خودتان برنامه ما را به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز آبونه شوند، پیوست شوند. یا اینکه در تلگرام، در ایما و واتساپ خودتان به دوستانتان فرستید. من قسمت دومی برنامه را این لحظه ها برای شما آماده میکنم انشاءالله. و قسمت دومی برنامه ما انشاءالله خیلی و خیلی شوق آور خواهد شد و با آنهایی که میخواهند باز یک چیزی نو و چیزی خوب را برایشان درس گیرند امروز درباره ایمان آورندگان، یعنی دوام خطاب هایی که ای کسانی که ایمان آورده اند، یعنی به ما و شما انشاءالله داخل دارد این برنامه
این قسمتی برنامه ما، چون همه آنهایی که ما رو تماشا میکنید، آنهایی که خود به خود میگویند و میگوییم که ما الحمدلله ایمان آورندگان هستیم و آنهایی که ایمان آورندگان هستند باید همه ارکان اسلام و ارکان ایمان را اجرا کنند. 97 351 گیم پینی نوبتی ما نوشته کنید. 97 351 مرحمت داخل شود. نود و هفت 351 مرحمت داخل شد و تا آنجا من چت شما رو میخونم. خیلی خوب. میجگونه عمر و پرسیدند که چگونه پیوست شویم. اگر شما با واسطه تلفن میخواهید پیوست شوید، نوشته کنید کهوت نقطه تی، یا اینکه در تلفن خودتان در پلی مارکت میتوانید برنامه کهوت را با خودتان در تلفنتان ثبت کنید و یا در گوگل کهوت نقطه تی یا در یاندکس نوشته میکنید و در جایی که گیم پین نوشته شده است همون 97 351 که در اکران میبینید آن را نوشته میکنید و در جایی که نیک نیم نوشته شده است در آنجا با خودتان تخلص انتخاب میکنید. الحمدلله من میبینم که 22 نفر تماشا میکنند و 22 نفر در داخلی برنامه، یعنی همه اونهایی که تماشا میکنند در داخلی برنامه هستند. ماشاءالله. خیلی خوب. و میرویم. همه به فکرم داخل شدند بجز یک نفر و خیلی خوب. ماشاءالله. خیلی خوب. من آماده هستم و قسمتی دو رو خود این لحظه آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجده گذارید و پروردگارتان را بپرستید و سرحد را نگذارید، راستگوی باشید، غیبت نکنید و کاری نیک انجام دهید کدامش درست است. و ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع کنید و سجده گذارید و پروردگارتان را بپرستید و کدامی از این در پایان نوشته درست است. از سوره حج آیت 77 گرفته شده است. بله 10 نفر جوابهای درست گفتند. در واقع همین سوال مشکل است، چون وریانت ها قریب که بعضی وریانت هایی که ما و شما گاه ها میشنویم و میبینیم که به درست نزدیک است. به هر حال 10 نفر زیادترین ها جوابهای درست گفتند و بیایید میخوانیم. در ترجمه معنا چنین آمده است: ای کسانی که به الله و رسولش یعنی محمد صلی الله علیه و سلم ایمان آورده اید، در نماز خود رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کارهای نیک به جای آورید تا نجات یابید، یعنی و کاری نیک انجام دهید تا که نجات یابید. از سوره حج آیت 77 گرفتیم و اکثریت جوابهای درست گفتند. من چت را ندیدم، ببخشید. در چت انتی منافق جوابی درست گفتند. خیلی خوب. و با سوالی دو میگذاریم. اول میبینیم که در پیش عبدالله، مصعب، آمینه، خدیجه، معرفت، حیات، آنهایی که در جاهای خوب هستید. من شما رو صمیمانه تبریک میکنم. سوالی دو: ای کسانی که ایمان آورده اید
اگر به گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را، اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، به ایمان نزدیک میکنند، ضعیف میشوید، از ایمان به کفر میبرند، شهرت مییابید. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را، دوامش کدامش درست است؟ از سوره آل عمران گرفته شده است، آیه 100. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر به گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را. بله، 12 نفر جوابهای درست گفتند. از ایمان به کفر میبرند. انا همین بود جواب درست و در چت ما دنیا جوابتان درست بود. فاضل جان بای مرادوف درست گفتید. خیلی خوب و اکثریت جوابهای درست گفتند. خیلی خوب و بیایید میبینیم انا همین جواب درست رو و بعدا به سوال دیگر میگذاریم. در ترجمه معنا در سوره آل عمران آیه 100 چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید به الله و رسول او، اگر به گروهی از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا که به آنان تورات و انجیل داده شده بود اطاعت کنید، شما را گمراه کرده در دینتان شبهه می اندازند و بعد از ایمانتان شما را به کفر باز می گردانند. پس از آنان هیچ فکر و مصلحتی را قبول نکنید. این از تفسیری طبری گرفته شده است و در دوامش چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر از گروه از اهل علم اطاعت کنید شما را پس از ایمانتان به کفر باز میگرداند. و انا همین بود جوابی درست و بیایید اکنون میبینیم که ها به جاهای خوب برآمدند. عبدالله مصعب معرفت حیات علی و تانیا صالح، آنهایی که در جاهای خوب استید، من شما را تبریک میگویم. با سوال 3 میگذاریم: ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و با دروغگویان کار کنید، با راهزنان باشید، کمبغلی کنید، با راستگویان باشید. کدامش درست است؟ ای کسانی که ایمان آورده اید، از الله بترسید و با کدامش درست است؟ اون جوابی که شما در پایان میبینید. انتی منافق درست گفتید. مؤمن و ایمان درست گفتید. جندولا درست گفتید. دنیا درست گفتید و 22 نفر در داخلی برنامه ما از 25 نفر جوابهای درست گفتند. 1 نفر جواب نگفتند و 2 نفر دیگر با دروغگویان کار کنید انتخاب کردند و 2 نفر دیگر با کمبغلی کنید رو انتخاب کردند. اما درستش انا همین بود. بیایید دیده برای من همین سوره رقمی 9 یعنی سوره توبه آیه 119. من عیناً میخونم ترجمه معنا را تماشابینان عزیز. در ترجمه معنا چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید به الله و رسول او، از الله بترسید، فرموده هایش را به جا آورید و از من کرده شده هایش باز ایستید و با راستگویان باشید. یعنی با دروغگویان نه، بلکه با راستگویان باشید. و 22 نفر جوابهای درست گفتند. و این برنامه ما تماشابینان عزیز تنها یادرسی به ما و شما، یادرسی به خودمون و یادرسی به آنهایی که ما را این لحظه ها تماشا میکنند، چون ایمان آوردگان و این گفته ها ای کسانی که ایمان آورده اید برای ما و شما داخل دارد، چون غیر آنها این برنامه ما را تماشا نمی کنند. از این خاطر
ما و شما باید که از پند و از امرهایی که در قرآن کریم برای ما آمده است عبرت گیریم. اینک بیایید میبینیم کیا به پیش برآمدند. عبدالله، معرفتی حیات، تانیه صالح، علی و محمد، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. همچنین ابن جمال الدین نیز 6 زینه به بالا برآمدید. من شما رو تبریک میکنم. ان همین گونه اگر زودتر رنگ درست را انتخاب کنید شما نیز به زینه های اول میبراید انشالله. خیلی خوب و به سوال 4 میگذاریم. ای کسانی که ایمان آورده چرا سخنانی میگویید که به آن عمل نمیکنید، آن را اجرا میکنید؟ پر از دروغ ها پند دارد. کدامش درست است؟ از سوره اصف آیت 2 گرفته شده است. ای کسانی که ایمان آورده چرا سخنانی میگویید که دوامش کدامش درست است؟ خب انتی منافق درست گفتید، ایدیما و دینایوا درست گفتید، دنیا درست گفتید، فروخسان گفت درست گفتید. خیلی خوب و 22 نفر جوابای درست گفتند. بله. ای کسانی که ایمان آورده چرا سخنانی میگویید که با آن عمل نمیکنید؟ انا همین جوابی درست بود. و بیایید ترجمه معنا رو میبینیم که در ترجمه معنا چی گفته شده است. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده چرا وعده میدهید یا سخن میگویید که اجرا نمیکنید؟ در این آیت انکار است بر شخصی که گفتارش خلاف کردارش است. یعنی که خودش میگوید، خودش پند میگوید، خودش پند میدهد، اما گفته هایش بر خلاف عمل هایش، یعنی که عمل نمیکند، در عمل نمیکند همون کار را. به دیگران نصیحت میکند اما خودش بر خلاف نصیحت های خودش. در دوام آیت چنین آمده است. الله تعالی سخت به خشم می آید که چیزی را بگوید و به جای نآورید. و تفسیرش خیلی باز معنای دیگر و معنای پر محتوا هم هست، اما ما تنها این لحظه به ترجمه معنا رو آوردیم و انشالله اینش هم برای درس عبرت انشالله کفایه است. و مهمش خیلی نفران جوابهای درست گفتند و 22 نفر جوابهای درست انتخاب کردید. بیاید میبینیم که به پیش برآمدند. عبدالله، معرفتی حیات، تانیه صالح، علی و محمد، آنهایی که در جاهای نمایان هستند مبارک باشد. 3 نفری اولی ما پی هم با 3 سوال ها جواب های درست گفتید. ماشاءالله خیلی خوب. با سوال 5 میگذاریم. با فکرم خطا شده شاید. ای کسانی که ایمان آورده اید مالها و اولادتان شما را از ذکر الله مشغول سازد، فراموش گرداند، مشغول ندارد، نزدیک می سازد. کدامش درست است؟ اینجا 2 جوابی درست گفته شده است، اما چون این نیست، شاید یک سبب تکنیکی شده است. یکیش درست است، من انشالله بعداً میگویم. ای کسانی که ایمان آورده اید مالها و اولادتان شما را از ذکر الله مشغول سازد، فراموش گرداند، مشغول ندارد، نزدیک می سازد. کدامش درست است؟ خب از سوره منافقان گرفته شده بود و آیتی نه. هر کسی که کبوت را انتخاب کردند، یعنی 5 نفری که کبوت را انتخاب کردند، جوابهایشان درست است. و آنهایی که
دیگر رنگ ها رو انتخاب کردن جوابتان خطا است. و من چت رو نیز میبینم. جواب های درست از جانب فروخ سنگوف آماده رسید و فضل جان بوی مرادوف آماده رسید. خیلی خوب، بیاید اکنون میخونیم در ترجمه معنا چگونه آمده است. سوره منافقون آیتی 9 در ترجمه معنا: ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید و به شریعت او عمل کرده اید، اموال و اولادتان شما را از ذکر الله به خود مشغول ندارد که هر کی چنین کند پس آن گروه خود زیانکارانند و از کرامات و رحمت الله بی نصیب شدگانند. و این از تفسیر طبری بود. یا اینکه در ترجمه معنا چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال و فرزندانتان شما را از یاد الله تعالی غافل نکند و هر کس که چنین کند آنان زیانکارند. یعنی مشغول، غافل به معنای مشغول نکند. و 5 نفر جوابهای درست گفتند در داخلی برنامه ما. اما اینجا یک سبب تکنیکی بود که 2 تا جوابی درست آمده است. اصلا چنین نبود. بیایید این ما رو بیدار کرد. انشالله میبینیم که کیا به پیش بر آمدند. بیایید میبینیم. عبدالله معرفت حیات، زبیر تانیه صالح و علی آنهایی که به جاهای نمایان برآمدید و زبیر به 5 سوال ما جوابهای درست گفتند. ماشاءالله. خیلی خوب. و 2 سوال دیگر باقی مانده است. مشاهدان عزیز آماده باشید و ما دوام میدهیم انشالله. ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید. در دوامش چه آمده است؟ بامداد و شبانگاه تسبیح گویید و از پی کارهای دنیا شوید و بعد فراموش کنید. تنها در وقت مشکلی ها یاد کنید. کدامش درست است؟ از آن جوابهایی که شما این لحظه ها میبینید من چت را نیز میخونم. بله، ادیبه قربان و جواب درست آمده. شما فروخ سنگوف درست گفتید، فضل جان بای مرادوف درست گفتید، دیما آدینای و درست گفتید، انتی منافق درست گفتید، بهادر بله درست است جوابتان. و 20 نفر جوابهای درست گفتند. قریب همه جوابهای درست گفتند به جز 4 نفر. بیاید میخوانیم در ترجمه معنا چگونه آمده است. سوره احزاب، سوره احزاب آیتی 41 و 42. من مخصوص امروز همین موضوع رو انتخاب کردم تا اینکه یک کمی باشد هم ما و شما تکمیل ایمان کنیم، ایمان را به ذریعت مانیم. در سوره احزاب آیتی 41 چنین آمده است. ترجمه معنا: ای کسانی که ایمان به الله آورده اید و عمل به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم کرده اید، الله را با دل و زبان و عضوهای خود بسیار یاد کنید. در دوام آیت چنین آمده است. آیت 42: و در همه وقت به یاد الله باشد و هر بامداد و شام بعد نمازهای فرض را تسبیح گوید. این در ترجمه معنا آمده است. و در تفسیر طبری چنین آمده است: زیرا این 2 وقتهای بزرگ هستند که محبت الله را جلب می نماید و زبان را از گناه باز می دارند و بر کارهای نیک کمک می رساند و ذکر الله در این وقتها مشروع است. اما در ترجمه معنا باشد آمده است: و بامداد و شبانگاه تسبیح گوید. یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، الله را بسیار یاد کنید و بامداد و شبانگاه تسبیح گوید. و اکثریت جوابهای درست گفتید. من شما را تبریک میکنم. بیایید میبینیم کیا به پیش بر آمدند. عبدالله معرفت حیات، تانیه صالح، علی و عبدالله در جایهای نمایان هستید.
و عبدالرحمن 4 زینه به بالا برآمدید. من شما را صمیمانه تبریک میکنم. تماشابینان عزیز، در واقع بهترین از ما و شما آنهایی است که کوشش میکنند برای درس گرفتن و آموختن یک چیزی نو برای هر روز، چون معنی سری ما آنچنانی است که ما میخواهیم ما نمیخواهیم هر روز با چیز پر میشود و با چیزی فایده ناک پر میشود یا اینکه بیفایده. اگر هر چیزی که برای ما نالازم است و در درجه های 2 و 3 و 4 و تا 10 می ایستند، با آنها مشغول سازیم، البته پر می شود. مثل همون جاسکی دیسکی که در کامپیوتر هست با چیزهای نادرکاری. و اگر ما و شما می خواهیم، خودمون می خواهیم و وقتمان را درست برای خودمون جدا می کنیم برای آموزش و یا گرفتن یگان علم، خواه دنیوی باشد خواه دینی باشد، اگر میکوشیدیم البته برد میکردیم، چون هم این علم و هم دیگر علم که پیشتر ما گفتیم برای ما فایده میآورد. اما هر چیزی که برای ما فایده نمیآورد، بحث 2 نفری که برای ما لازم نیست و برای ما شوق آور است، یا اینکه هر چیزی که برای ما ضرر میآورد و مثل سرود و موسیقی های که یگان معنی ندارد ما با آن سرمان رو پر میکنیم. اهمیت دهید وقتی که حتی بعضی از نفران قرآن میخوانند و یا یگان کتاب دیگر میخوانند، در نزدش یگان نفر دیگر از صدای موسیقی از تلفنش میبراید یا اینکه ناخواست به یوتیوب میدراید، از آنجا یگان صدای سراینده میبراید، در حال کلش را پر میکند. یعنی آن چیزی خوبی که وقتش رو با آن صرف میکرد عوض میشود به آن فحشی که نادرکار است، یعنی یک چیزی که معنی سری انسان را پر میکند. از این خاطر ما و شما باید که وقتمان را درست برای خودمان انتخاب کنیم و برای فرزندانمان نیست. و انشاءالله شما درست درک میکنید گفته های ما را و از فایده بیرون نیست، چون اگر با همین گفته ها تنها شنیدن و قبول کرده به یک جا ماندن نیو، بلکه عمل کردن. یعنی اگر که ما شنیدیم و به همین عمل کردیم، انشاءالله برای آخرت خودمون چیزی خانه بهترین را انشاءالله بنیاد خواهیم کرد. و به سوال آخر میگذاریم و بعد از آن جمع بحث میکنیم انشاءالله. ای کسانی که ایمان آورده اید، دوامش ریبا و پرسنت خورید، تنها از کافران با پرسنت گیرید. ریبا نخورید، از کافران با پرسنت فایده گیرید. کدامش درست است؟ سوره آل عمران آیه 130. کدامش درست است؟ آن چیزی که شما این لحظه ها میبینید. چون دلله، بله جوابی درست گفتید. قرآن کریم درست گفتید. دنیا جوابی درست گفتید. فروخسان گفت درست گفتید. خیلی خوب. و 22 نفر در داخلی برنامه ما بله جوابای درست گفتید. ای کسانی که ایمان آورده اید، ریبا نخورید، نه کم نه زیاد. بیاید اکنون ترجمه معنا را ببینیم که در سوره آل عمران آیه 130 چگونه آمده است. در همین موضوع بسیار سوال ها می شود و امروز الحمدلله بسیاری ها به اهل علم مراجعت نمی کنند. خودشان علاقه می دانند، چون می گویند که دیگر این چیز یک روشنایی است، یک روشن است. گاهی می پرسند اما از کنجکاوی می پرسند، یا اینکه گاهی می پرسند از آن که فایده بینند به خودشان، گاهی می پرسند از آن که آیا می شده باشد که شریعت را به سمت خودمان مایل کنیم، یعنی آن چیزی که ما می خواهیم از شریعت استفاده کنیم. اما
دیری نگذشته باز خودشان با خودشان درک میکنند، میگویند که نه، من خودم رو فریب میکنم، چون ریبا نه همین پرسنت در یک جای قرآن کریم نه، بلکه در چند آیت های قرآن کریم حرام گفته شده است. و به همین خاطر امروز الکی مردمی عادی این مسئله رو خوب درک کردند. بیایید اکنون ببینیم در ترجمه معنا چی آمده است. سوره آل عمران آیه 130. ای کسانی که به الله و رسولش ایمان آورده اید، ریبا را یعنی سودخوری با تمام نوعهایش نخورید، چون قرض دادید بر آن اضافه نگیرید، اگر کمی باشد هم، یعنی کمی باشد هم اضافه نگیرید، و از الله بترسید و قانونهای شریعت را رعایت کنید تا رستگار شوید، تا بخشیده شوید در دنیا و آخرت. و همین یک معلوماتی کوتاه بود. به غیر از این در چند سوره های دیگری قرآن کریم روشنی در همین مسئله هست. از این خاطر ما و شما باید که هوشیار باشیم و به تحقیق کار کنیم. خیلی خوب، و بیایید اکنون میبینیم که ها به جاهای خوب گذشتن و جاهای نمایان. تانیه صالح جای 3 مبارک باشد، معرفت حیات جای 2 مبارک باشد و جای اول نصیبی عبدالله گردید و عبدالله به فکرم در 2 برنامه ما جاهای نمایان گرفتند. علی و عبدالله دیگر نیز در جاهای اول قرار داشتند. تبریک میکنم هر یکی شما را، همان هایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و برد کردند. بیایید یک بار دیگر تماشا کنیم و بعد از آن جمع پس میکنیم. تانیه صالح جای 3، معرفت حیات جای 2، جای اول نصیبی عبدالله گردید و علی همچنین عبدالله نیز در جاهای خوب قرار داشتید. تماشاچیان عزیز، نه همین بود برنامه امروزه دانش و سنجش، و هر یک از شما را یک بار دیگر خوش آمدید میگویم و آنهایی که اولین بار در برنامه ما اشتراک کردند خوش آمدید شما را نیز میگویم. و برنامه های ما هر هفته روزهای شنبه ان همین وقت و ساعت آماده و پیشکش شما می شود. و اگر شما دوست داشتید برنامه ما را می توانید به نزدیکانتان، با آنهایی که شما دوست می دارید روان کنید. یعنی که آن چیزی را که برای خودتان دوست داشتید به برادر خودتان نیز دوست دارید روان کنید تا که هفته دیگر انشالله در برنامه ما اشتراک کنند. و ثبت این برنامه رو من در شبکه قرآن دستور عمل انسان انشالله پیشکش شما میکنم و در شبکه دانش و سنجش باشد با صفتی خیلی بلند، با صفتی 4K ما این برنامه رو پیشکش به شما کردیم. و در نهایت باری دیگر یادرس میشوم الله تعالی برای ما، چنانه که ما پیشتر وقتی آغاز برنامه گفتیم، همه عضوی بدنمان را الحمدلله کامل داده است. اما ما و شما آنهایی که این لحظه ها از همین هوای بی پول نفس میگیریم کم سپاسگزار هستیم. از این خاطر هر یک از ما و شما را می باید که هم دو سپاس بی اندازه الله سبحانه و تعالی را گوییم. چگونه؟ با اجرا کردن ارکان اسلام و ارکان ایمان. ان همین کفایه است انشاءالله برای سزاوار شدن بهشت الله سبحانه و تعالی و در آنجا با برادران مومن و نزدیکان مومن واخوردن. این است یک هدفی که مومن آرزو میکند. من با شما خیر و خوش میکنم تا واخوری های دیگر خانه آباد و سربلند باشد و نزدیکانتان را احتیاط کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.